50. حالا دیگه چیزی نمونده. شیشا. گفتی چقدر طول میکشه بریم اون بالا؟ یه چشم هم زدن. چشم هم زدن چقدره؟ همین که 2-3 پلک بزنی رسیدیم. پس نباید زیاد طول بکشه. بازم بریم بالا؟ آها. درست. از 13 7 تا کم بشه چقدر میشه؟ میمونه 6 تا. یعنی 6 تا چشم هم زدن دیگه ها؟ آره. دیگه طول نمیکشه. آخ. 8. 9. میگم که بهتریه کمی بشینیم. آره راست میگی. آخی استراحت چه فکر خوبیه. زود از پلا بلنشی میخوام رد شم. فکر میکنی با کی حرف میزنی؟ دارم با تو حرف میزنم پشت احمد. بخند وقتی اسم روم گذاشتی. اگه کسی اینجوری بهم بی احترام میکنه گردنش میشکنم. جلوتو گرفته. چرا نمیبریش بیرون؟ بیرون؟ میبینی میترسه که بیاد. چی میترسه که بیاد؟ هر وقت که حاضری منم. پس الان بهترین وقتشه. را بیافتی که زود باید فرمایی بیا تا نشونت بدم. فکر میکنی که من میترسم همراه بیام بیرون؟ بله آقا داغونت به من میگه بیا بیرون. بیا نشونت بدم. دعوا میشه. بله آقا بیا دعوا میشه. منو نترس. داغونش بیا اولی بخوای کمکت کنم. نه خودم حسابش میرسم. فکر میکنی ازت میترسم؟ بذار کمکت کنم اولی. داره دعوا میشه. منتر بیاییم وقت ندارم. چی طرفی؟ داره دعوا میشه خانم. منو میترسونی؟ اولی بذار کمکت کنم آخه. من از هیچی نمیترسم. توتر بیا آقا میرم شده. ببین چی کارش میکنم. اینو ببین. بیچاره داره دعوا میشه. داغونت میکنم. بیا بریم کنار. برو بیرون الان حالیت میکنم. بیا عشقم بیا نترس. حسابشو بره. اگه بخوای معذرت خواهی کنی من ناراحت نمیشم. من معذرت میخوام. برای چی؟ برای اینکه منو بشکه مسخره خطاب کردی. هیچ کس به من همچین حرفی نزده. هیچ آدم زنده ای. خیلی خوب تو اونایی که گفتم نیستی. این بهتر شد. اما از دعوا میترسی. یه چیز دیگه است. من نمیدونم معنی این حرف چیه، اما میدونم این همه آدم اشتباه نمیکنن. پس چرا نمیای بجنگیم تا خفه شو؟ تو باید از زندگی دست شسته باشی، چون این دعوا کار تو ساخته. این میخواد بجنگی، نگاهش کنی. یاده بیا. حالا میخوام آخرین شانسم بهت بدم. اگه میخوای معذرت بخوای الان وقتشه. من معذرت میخوام. خوبه متاسفم. میدونستم چون زرد از آب در میاد. جا زدی دیگه. گفتی؟ مری میگه کی تو زرده؟ من که اومد جامونه میکنم. بش کردم.
بهتر یه آمبولانس خبر کنی، اوضاعش خیلی خرابه، داره دعوا میشه. برین تماشا کنی. دعوا بریم بسیار. آی چی شد اولی؟ دعوا تموم شد. چی کارش کردی؟ مهم نیست چی کارش کردم. این چه پیشنهادی بود که بیاین پایین؟ وقتی که اون میتونه، یعنی وقتی که من میتونم، خب تو طبقه جهان داغونش خب من نمیدونم چون اولی نولو خودتون سال هاست که ندیدمت. اشتنه که یادت هست. چطور میتونم فراموشش کنم؟ من همین امروز دیدمش. میدونی 20 سال بود که ندیده بودمش. میبینی همه فکر میکنن که من مردم، مگه نه اولی؟ از کجا فهمیدی که نمردی؟ خب من فکر میکنم خب عکسمو تو روزنامه دیدم، مگه نه اولی؟ بله تو چی کار میکنی؟ یادم اشتنه میبرم بالا که زنمو ببینه. زن تو؟ بله ازدواج کردی؟ معلومه که آره، اونم با بهترین زن دنیا. زنی که میتونه آشپزی کنه، میتونه من بهت کیک. رسید؟ کدوم پیغام؟ یه پیغام برات به آپارتمانت فرستادم، میخواستم فقط خودت تنهایی بخونیش. تو چی بود؟ فقط یه چیزایی رو یادآوری کردم. وای بودو بهتر خودمون نوشتم. عالی. چیه؟ وقتی خوندیش حتما بسوزونش. حتما نگران نباش، برو. وای بدیش من. هشت و نیم. آهای واسه چی این کارو کردی؟ تو باشی مردم آجاری نکنی. پدر اینا اذیتم میکنن. اون چاقه توپ منو شوت کرد پایین پله ها. هی تو بیا اینجا. با تو میخوای برو پایین و توپو براشتر بیار ببینم. زود باش. من کار دارم. برو پایین زود باش. بله آقا چشم. چیزی برو پایین توپو بیار، خواهش میکنم به خاطر من. چرا من برم؟ آخه من که نمیفهمی باید برم اون نامه رو پیدا کنم. پای مرگ و زندگی در میونه. جهر بس نکن برو. هی تو چی شد؟ دوست من رفته. من گفتم خودت برو توپو بیار. یالا معطلش نکن. برو من اینجا معطلشم. برو زود باش. چشم. همینجا وای میستم تا توپو برگردونی. باشه. بیای. اگه فکر میکنی من از پایین پدر توپو میارم کور خوندی. آره. بدش به بچه دیگه هم از این کارا نکن. باش. هی پدر اون چاقه لگدم زد. نه. اخ یه وای. اینجوری هست دیگه. برو آخی چریتی که یخ توش نمیندازی. بیا تو.
چرا نمیگی کلیده تو قفل در آوردی؟ آخه نپرسیدی. نپرسیدی. عجب زیر شلواری ملکه‌ای به داری. این چیزا کاری نداشته باش. آقای هاردی. برو کنار. بله خانم گیلبرت. نامه مال شماست، اشتباهی تو صندوق ما. متشکرم. از طرف کی اومده؟ از طرف من از کجا بدونم از طرف کیه؟ این دوست من آقای لورل خانم گیلبرت. حالتون چطوره؟ خانم گیلبرت همسایه من هستن، اون طرف راهروان. خوشحالم میبینمتون. خانم هاردی چطوره؟ سر حالتر و سر کیفتر از همیشه. من بهش گفتم زنم چه آشپز ماهریه. او یکی از بهترین آشپز است. امیدوارم بهتون خوش بگذره. خداحافظ. 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 اوف. یوهو. اوه کوچولو. اوه عزیز. اوه کوچولوی من. اون رفته خرید، زود بر میگرده. بیشون اخوای پذیرایی کنشتن. عجب جای نقلیه داری. عوضش خیلی کامله. ولی سیگار داری؟ مرد سیگار نمیکشم. فکر میکنی خانمت ناراحتشه من پیپ بکشم؟ البته که نه. چیزی که واسه من مهم نباشه واسه اونم همینطوره. میدونم، ولی بعضی از خانم‌ها بیچاک و دهن. اون اینطور نیست. در ضمن منظور چه میگی بیچاک و دهن ها؟ سلام عزیز. که رفته بودی 1 ساعته برگردی گنده. آره زنت اینه؟ آره. گفتی که اخلاقش خوبه. یکم الان دلخوره. بیا بریم میخوام ببینیش. بیا. اون یه دختر کوچولو واقعیه. عزیز دلبند، میخوام دوستمو ببینی. به من نگو دلبند. چند بار بهت گفتم رفقاتو ور ندار بیار اینجا. اما من استن 20 ساله که ندیدم. من میتونستم 100 سال نبینمش. عزیز الان وقتی این حرفا نیست. من بهش گفتم تو چقدر عالی آشپزی میکنی. شما بیجا کردین. چرا از اون استیک های آبدار درست نمیکنی؟ یا از اون کیک های 7 طبقه؟ این مزخرفاتو بهت گفته؟ اون گفته مگه نه؟ ولی من گفتم. خب اگر فکر میکنی من همینجا میشینم تو خونه و برای هر قراضه و 20 طرفایی که همراه میاری غذا میپزم، خیلی احمقی. ببخشید. اما فرشته من استن یه چیز دیگه است. منم فهمیدم یه چیز دیگه است. لازم نکرده به من بگی فرشته. قراضه یعنی چی؟ قراضه یعنی اسباب اساسی کنه و کار افتاده. ضرب سرم نزار. کنار.